به نام خدا. گلی دختر رخت شور شهر. توی شهری دختری بود که همه بهش میگفتن گلی. اون از صبح تا شب کارش شستن رختای مردم بود. دستاش ترک خورده بود اما نگاهش پر از برق زندگی. یه شب از خستگی پیش تنور نشسته بود تا خودشو گرم کنه. زیر لب با خدا حرف میزد. خدایا، من که بندتم، منم سهمی از عزت دارم، کمکم کن. تا اینو گفت شعله تنور مثل طلا زبونه کشید. یه نوری انگار به دلش نشست. انگار صدایی از همون نور بهش گفت که اگه بخوای ملکه بشی باید یاد بگیری هر دستی که خاکی میشه تاج خودش رو میسازه. صبح روز بعد خبری رسید که گفتن ملکه بزرگ در بستر بیماری افتاده و حالا دنبال دختری سخت کوش و مهربان میگردن تا کارای اونو انجام بده. گلی رفت. ماها گذشت. لباس ملکه را تمیز میکرد، تنور قصرش رو روشن میکرد. هر بار که اون کارای ملکه رو میکرد لبخندی روی لب داشت که همش امید بود. کم کم ملکه خوب شد، لباس عافیت به تن پوشید. یه شب ملکه دست گلی رو گرفت و گفت تو دختر لایقی هستی، تو هم باید تاج عزت داشته باشی. و صبح بعد وقتی پادشاه اومد که ملکه رو ببینه و دیداری تازه کنه، گلی رو اونجا دید که کنار تنور با لباس زمردی و نگاهی روشن ایستاده پشت همون صندلی طلایی. پادشاه لبخند زد و گفت ملکه خیلی از تو تعریف کرده و گفته که تو واقعا دختر لایق و شایسته‌ای هستی. من هم به تو عزتی میدم تا تو در این قصر بمونی و برای خودت بزرگی کنی. پادشاه گفت از این به بعد اسم تو را ملکه خاکی میذارم، همونی که از دل خاک بلند شده اما دلش بوی طلا میده. قصه دختر توی شهر پیچید. از اون روز به بعد هر مادری به دخترش میگفت نگران کار دستات نباش، دل بی غرور دور یا زور تاجش رو پیدا میکنه. دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اون زنگوله رو بزنید. تا داستانی دیگر، خدا نگهدار.